در همین حال از هفته شهید به 11مین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود امروز با گذاشتن اکلیل گل پای منار یادبود احمد شاه مسعود در کابل بزرگداشت شد. بسیاری از رهبران جهادی بر همبستگی و وحدت میان افغانان تاکید می‌ورزند و از مخالفان مسلح دولت می‌خواهند تا دست از جنگ بردارند. شریف امیری گزارش می‌دهد. به یاد بود از 11مین سالروز شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور و هفته شهید، بسیاری از بلندپایگان حکومت، رهبران جهادی و اعضای شورای ملی در جاده شهید احمد شاه مسعود گرد آمدند. این مراسم با تدابیر ویژه امنیتی و بسته شدن جاده‌های متوسل به چهارراه شهید احمد شاه مسعود بزرگداشت شد. مراسمی که مقام‌های افغان به یاد بود از سالروز کشته شدن شهید احمد شاه مسعود در پای مناره که به نام وی یاد می شود اکلیل گل می‌گذارند. نخستین اکلیل گل از سوی مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی با مراسم ویژه نظامی گذاشته می شود و بعد این روند از سوی دیگر مقام ها نیز انجام شد. از مسعود به حیث کسی یاد شده است که مبارزاتش در برابر توطئه‌های بیرونی همواره ستوده